آیشو اسپید استریمری که به دیوونه بازیاش معروفه. شما اگه تونستی 1 دقیقه نرمال تو استریم این بشر پیدا کنید، بیا کانال من مال شما. خیلی ها تلاش کردن ازش کپی کنن ها، اما خب هر شاهکار یه کپی بی ارزش داره بالاخره. ببین بچه‌ها خودش ها، یعنی ادا در نمیاره، واقعا دیوونه است. هر یوتیوبری یه سری ویدیوهایی داره که با اونا معروف شده، مردم با اونا میشناسنش. امروز قراره بریم ویدیوهایی رو بهتون نشون بدم که اسپید رو با اونا میشناسن، اسپید با اونا معروف شد و شدش اسپیدی که الان هست. دیوونه زنگ. فقط قبلش اینکه بریم ویدیوشو ببینیم، برای اینکه شما بهتر متوجه بشین چه اتفاقاتی داره تو ویدیوش میفته، من برای شما زیرنویس فارسی میذارم حرفاشو. Yo, chat, why this game so fun, chat? اوور ریاکته. نگاهش کن تو رو خدا، نگاهش کن. خب این نمیخواست معروف شه؟ اینجا هنوز بلد نبود پشتک بزنه. وای. خب قشنگ زدی. وای. اگر کامپیوترش دیدن چه ارتفاعی افتاد، اگر از اون ارتفاع کامپیوتر شما بیفته، سی پی یو و کارت گرافیک دو نابود میشه. یعنی دیگه به هیچ وجه عنوان تو اون کامپیوتر نمیتونین نه گیمی نه چیزی بریزین و استفاده بکنین. البته سرش هم آسیب دید. بابا چرا؟ من اصلا نمیخوام، من نجات پرست نیستم، ولی واقعا این حرکت میمویان این حرکت واقعا میمون. باورم نمیشه چجوری داره این کارا رو میکنه. خب چرا؟ نقص یعنی بازی میکنه واقعا. خدای من اینو هیچ وقت نفهمیدم. تو کامنت ها واقعا کسایی که از من اینو بیشتر میشناسین بگین اینا اکت بازی میکنه یا واقعا انقدر واقعا اینجوری، یعنی تو زندگی عادی هم واقعا هم اینجوریه. Guess what? Guess what? Guess what? خب چی؟ I'm gay! خب چی شد؟ چی چرا؟ بابا وای اسپید نکن لعنتی. این باید بیاد ایران هجی، این باید بیاد ایران. یعنی الان تو همین چند ثانیه چند میلیونه به فاک داد. کیبورد و موس و هدست و اینا. وای اسپید این کیه؟ بابا چه دیوونه. وای چی کار داری میکنی تو؟ او این کیه؟ کی بود آخر کار اومد؟ لذت بردم ازش. خیلی هم برای ویدیوهاش خرج میکنه. یعنی من نمیدونم الان مثلا به این آدم قطعا یه مقدار پولی داده که بیاد این ویدیو رو بازی بکنه و خفنه، واقعا خفن خرج میکنه برای محتواش. واقعا هم از اکت دل جون مایه میذاره، اکتش خوبه، هم خرج میکنه. گنگ دیگه چی بگیم والا. ای از این فیلتر خیلی خوب. اسپیده الکیه. وای چه چیخی داشت میزد، دیدی؟ اینو یه بار آریا کوکسه فکر کنم بود رفته بود. این فیلتر ترسناکه. Ben, do you support Black Lives Matter? Yes. Do you support LGBTQ? Oh. Yeah, what the fuck? Hey, but look. بهش میگه که LGBT ها رو حمایت میکنی، گوشی رو قطع کرد. پشمای اسپید ریخ. او ببینیم این دافی چی میگه. I got like a psychological question, okay? Say if we the last two people on Earth and we had to reproduce to make the world continue. Would you reproduce them? دهنت سرویس. No, because that means our kids will have to intertwine and then their kids, no. Who gonna stop me? Who's gonna stop me? If we the last two people on Earth, who gonna stop me? You're not stopping me. خیلی خوب.
If we the last two people on earth, who gonna stop وای us? چه وای سوالش این بودش که اگر ما دوتا فقط آخرین انسانهای روی زمین باشیم حاضر بودی با من بچه دار بشی برای اینکه نسل بشر ادامه پیدا کنه با من بچه دار بشی؟ بعد زنه گفتش نه. بعد اسمی گفت کی میخواد منو جلومو بگیره؟ فقط ما دوتاییم، کی میخواد جلومو بگیره که من کار خیلی دهنت سرویس. همش هم داف و دوف میاره تو لایو استریمش ها. میبینیم بچه ها واقعا اینا هزینه میخواد. فکر کن میاد میگه آقا میخوام ویدیو بگیرم. واقعا منم اگه این کارو میکردم شما منو نگاه نمیکردین بیشتر؟ میخواد چیکار کنم اگه بابا دهنت سرویس. نگاه اومد بغلش کنه، لابلای بغل حرکتایی هم کرد. ویاره چقدر خیلی چقدر بد دهنه. سوراخ‌های دماغش قاره حرامیش ناموسن وقتی واقعا قاره سوراخ دماغش. بی احترامی نیست ولی فکر خودش اینجوری میکنه آخه. بابا بچه من اینم بهتون بگم چون من اینو تحقیق کردم. این راجع به زندگی نامه اسپیده. اینو می‌خواستم بهتون بگم خیلی جالبه. اسپید موقعی که اول یوتیوب شروع کرده بود استریم میذاشت دیگه. بعد اونقدر ویووری نداشت، اونقدر مثلا هنوز نگاهش نمی‌کردن اینها. ولی بعد چند وقت که همینجوری استمرار داشت و ویووراش و اینا یکم بالاتر رفت و به دست آورد ویوور، مثلا بعضی از قوم و خویشا دوستا و اینها میدیدن مثلا دیگه استریماشو. به مامانش گفته بودن که این اسپید مثلا داخل یوتیوب اینا استریم میذاره فلان اینا. بعد مامانش اینو وقتی فهمیده بود اصلا مثلا استقبال خوبی نکرده بود. یعنی رفته و به اسپید گفته بود که حق نداره تو خونه من از این کارا بکنی. اگه میخوای از این کارا بکنی مامان باباش اصلا جدا بودن. گفت برو پیش بابات تو خونه من درس تو بخون، اصلا حق نداره از این کارا بکنی. و اسپید اینجوری بودش که باشه من رفتم. رفت و واقعا رفت. واقعا این بشر تو اون سن نمیدونم رفت پیش باباش، نمیدونم تو کدوم ایالات آمریکا بود ولی رفت پیش باباش و یوتیوب رو ادامه داد اینا. و به خاطر چی رفت؟ به خاطر اینکه 1000 تا مثلا ساب داشت، مثلا 1000 تا 1500 تا ساب داشت. مثلا با خودش میگفت من اون موقع گفتم که من تازه 1000 تا ساب پیدا کردم، بعد الان یوتیوب متوقف کنم. فکر کن برای 1000 ساب این بشر حقشه. خدایی هر جا رسیده حقشه. واقعا کمتر کسی فکر میکنم حاضر مثلا همچین کاراییو بکنه. البته منم اینطوری هستم، منم عشقیم همتون. چیزی نمونده که 200 تایی بشیم. کانال منو سابسکرایب کن اگه دوست دارید. یا خیلی ویدیوهای خفن تو راه قرار برم لو نمیدم دیگه. سابسکرایب کن میبینی دیگه. یکی این خودشو پیدا کرده آجی. وای همسایه هاش مثلا نمیدونم اینا کجا زندگی میکنن. ما یک کم صدامون میره بالا آجی، صدا تلویزیون ما یک کم میره بالا، همسایه هاش شاکی اینجوری اینا جیغ میزنن. همسایه ندارن، همسایه هاشون شاکی نمیشن. وای الان داغ میکنه. نه کشت دیر. ایوه چرا انقدر سوراخ‌های وای پیسی رو کجا میذاره؟ چرا پیسیش از اینجا میفته؟ ما پیسیمون پایین، من پیسیم پایین پامه. البته الان این لپتاپ دارم باش نگاه میکنم ولی خب با پیسی هم کار میکنم. پیسیش اینجا وقتی میفته رو کلش یهویی. خیلی خوب. اوه وان بای وانه. برد حاجی خواهر مادر ستاد شکلش باحال بود. یه بار دیگه نکاش کن بابا چی وای با مخ رفت تو پرده سبزش. وای منم این پشت پرده سبز دارم. وای Okay, we friends now? میگم الان شورته بهش میگه ما الان دستیم قشنگ. گفت نه اسپید پاره کرد خودشو.
حاجی این اصلا نگاه تو این اسپید فقط بعد از این گیمای مثلا ماینکرافت مثلا سروایو ماینکرافت هم سخته ولی فورتنایت و کالاف و مثلا فکر می‌کنم این گیمایی که سخت کانتر و اینا فکر نمی‌کنم بهش بیاد. I like 15-year-old girls. وای من این کلیپشو دیدم. وای 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 نگاه کنه وای نگاه کن وای خیلی خوب اجه مامانشو داره صدا میزنه. وای خیلی خوب شدی اسپید. تو خیلی از دخترها آرزوشونه که همچین لبایی داشته باشن واقعا. یا داداش میرم دو پروتز میکنم برای اینکه همچین لبایی داشته باشن. تو با یه استکان تونستی حل کنی ماجرا رو. وای این سکانسش میمه. وای داره میگه مامانم وای دهنت سرویس. یارو میگه دارم میبینمت نخند حروم زد. یارو داره میگه اسپید داره با گریه حالا واقعا اسپید مامانم با کمک احتیاج داره من میخوام کمکش کنم به اسپید اینجوری. آقا تایم ویدیو دیگه نمیخوام خیلی طولانی بکنم. این بشر یک دیوونه به تمام معنای واقعا برای جون میده دیگه واقعا برای لایو استریماش اینا دارم واقعی یا نه. گفتم تو کامنت ها واقعا اگه اکتاش واقعیه بنویسین اگه نیست ننویسین. کانال منم سابسکرایب کنین. عشق نمتون چیزی نمونده فقط 506 میلیون مونده تا به مستر بیس برسیم. برو که بریم. مرسی عشق نمتون.